در موزیک یک اصطلاحی هست به نام موزیک کامپوزر، یعنی کسی که میادش در واقع موزیک سازه. موزیک ساز الزاماً همه سازها رو بلد نیست بزنه، ولی بلده که سازها رو با همدیگه طوری میکس بکنه که یک موزیک قشنگ بشنوید. کار بعضی از کمپانی‌ها که طراحی قوی دارن عین همینه. خیلی اتفاقی یه چند روز این مازرتی گیبی هم نزدیک در واقع جایی که من پارک میکنم هستش و خب وقتی که میاید این ماشین ایتالیایی با این دیزاین فوق‌العاده رو که نگاه میکنید که خب حالا ما در ایران داریم منتها با یه قیمت فضایی و اینجا خیلی هم طرفداری نداره، نگاه میکنید میبینید این ماشین سر و تهش خیلی به هم جوره و خب قیمت خودش هم داره. ولی وقتی میریم سراغ این پژو، ببینید من کارخونه پژو مال بابام نیستش که بخوام از این ماشین تعریف کنم، ولی از هر زاویه‌ای که نگاش میکنید واقعا زیبا طراحی شده و حالا متاسفانه این حوالی الان نسل قبلش رو نمیبینم و پیشرفت کمپانی شما دارید میبینید با وقتی که با اتاق قبلش مقایسه میکنید. نگاه کنید پژو اومده چند وقته آرمشو تغییر داده و این شیره رو گذاشته. وقتی که میایم اینجا نگاه کنید چشمای این شیره رو میبینید، خطای در واقع تیزی که روی این لوگو ساخته شده رو میبینید. حالا بیاید از این بغل نگاه کنید، متوجه میشید اومده با چه طراحی زیبایی اومده این زاویه های تیز و شبیه چشم خانواده مثلا شیرها در آورده. از هر زاویه که این ماشین رو نگاه میکنم میبینم که چقدر دیتیل طراحی توش رعایت شده و یک جهش کروموزومی وحشتناک انجام دادن پژو، سیتروئن و رنو توی طراحی‌های جدیدشون. مثلا این LED که اینجا میبینید این دیلایتیه که وقتی راهنما میزنید نارنجی میشه و دید بسیار خوبی داره و از دور شما تو آینه‌تون وقتی نگاه میکنید نسل جدید پژو رو متوجه میشید با این دیلایت ها، یعنی امضای پژوه. حالا پژو 408 هم میخواستم رنت بکنم که اینجا نبود، وگرنه اون هم قطعا بررسیش خالی از لطف نبودش. نمیخوام ویدیو طولانی بشه، ولی در نهایت زاویه هایی که تو این ماشین به کار برده همش میخواد شما رو یاد این آقا شیره بندازه. بذارید بریم از بغل هم یه نگاهی بندازیم. بعضی از دوستان میگن تخصصمون نیست. زیبایی یه چیزیه که تخصص نمیخواد. خداوند این دیدو به همه داده که بتونن زیبایی رو تشخیص بدن. منم طراحی صنعتی نخوندم ولی بلا به زیاد دیدن ماشین ها میتونم خوب و بد بودنشون بگم. اولا شما این ماشین یه ماشین استیشنه. تو اروپا ماشین استیشن خیلی طرفدار داره. حتی این جلو ما اینو نداریم تو ایران. هیوندای آیسی استیشن داریم. چرا؟ مثلا من به خاطر اینکه کالسکه بچه داشتم از ماشین استیشن استفاده کردم. الان اینجا یه ولوو داریم استیشنه و اگه من همینطوری برم استیشن میبینیم. استیشن ماشین شاسی کوتاهیه که ما به خاطر وجود پیکان استیشن و یه سری ماشین‌های قدیمی که تو ایران بوده زیاد طرفدار تو ایران نداره. حالا شوتینگ بریک هم بهش میگن، مثلا یه دونه CLS شوتینگ بریک تو ایران هستش و حالا چرا طرفدار نداره بماند، ولی از لحاظ دینامیک وزنی و از لحاظ کارایی خیلی ماشین کاراییه. حالا بریم از جلو نگاه کنیم. خطهای روی گلگی رو از این جلو میایم با خط کاپوت نگاه کنیم از کجا شروع کرده، به چه شکل، چه عضله‌ای داده به این ماشین اومده، بعد اومده یه خط زیر در انداخته. باز هم ببینید، ببخشید ماشین کثیفه نرسیدم تمیزش بکنم، و بعد اومده یه اسپویلر زیر در جلو میبینید روی رکاب انداخته. و بعد وقتی که از پهلوی ماشین رو نگاه میکنید اون خطی که اومده توی وسطای بدنه فید شده دوباره اومده روی وسطای در عقب پررنگ شده و اومده عقب تا اومده رسیده به این چراغای عقب بسیار زیبا. حالا روشنشون میکنم این LED ها رو شما متوجه میشید. بعد اومده یه فلپ خیلی قشنگ، اینا همه جدا میشه ها.
یعنی در صندوق ماشین آلومینیوم هم نیستش، پلاستیکه. میبینید این تیکه هایی که اضافه کرده، اسپویلری که روی سقف آورده تا عقب و به صورت فابریک گذاشته و بعد حالا اومده مثلا اون خطی که من داشتم توضیح میدادم این بود، نگاه کنید آوردتش رو چراغ و اینجا فیدش کرده، باز دوباره از اینجا یه خط شروع کرده و این خطهای تیز هیچ کدوم میبینید اومده زاویه ها رو درست رعایت کرده. میبینید این خطی که اینجا اومده تمام شده، اینو اومده برای اینکه شیشه رو هم بحث آیرودینامیک رو حفظ بکنه هم بحث زیبایی رو حفظ بکنه، اومده این قطعه پلاستیکی رو گذاشته. حتی روف ریلی که گذاشته، حتی این زاویه خطهایی که بغل روف ریل گذاشته، خطی که روی سقف انداخته و اون آنتن کوسه‌ای که حالا انداخته اون عقب و حالا خطهای روی بدنه. متوجه میشید این هارمونی چقدر زیباه. و بعد اومده، حتی کاری ندارم من خودم از این اگزوزهای فیکی که میذارن خوشم نمیاد، ولی این اگزوز نیومده به صورت اگزوز درش بره، اومده گفته آقا یه چیز زیباییه و گذاشته. خب حالا رینگ ها رو من خیلی خودم نمیپسندم، ولی جالبه اینجاهای رینگ پلاستیکیه و این آلومینیومه، اومده اینا رو گذاشته، هم بحث زیبایی هم بحث هدایت هوا به سمت دیسکا. موتور این ماشین یه موتور 1200 سی سیه، 3 سیلندره با کوئل های دلفی، های پرشر پمپی که داریم، ECUی که به نظر میاد کانتیننتال باشه و خدمتتون عرض کنم که محبت موتوری که شما رو خیلی سریع یاد پژوهای دیگه، حتی پژو 206 میندازه از لحاظ محل دست موتور، شکل براکت هایی که داریم و بعد حالا بر موتور 2008 و سیتی هم خیلی شباهت میده. این موتور با این توربوی کوچیک فکر میکنم هولوش 130 خورده اسب میده و با این گیربکس 8 دنده‌ای که وقتی که این رو نگاه میکنید مید این ژاپن رو دارید روش میبینید و یه گیربکس آیسینه که 8 دنده جلوه و روی این ماشین گذاشته. ماشین رو ببریم رو مود اسپورت و یه 0 تا 100 بگیریم ببینیم چقدر میبره. باورهای احمقانه‌ای که در شرکت‌های خودروسازی ما وجود داره تحت عنوان خودکفایی که از نظر من جز چیزی برای بخور بیشتر نیستش، اینه که احساس بکنیم ما باید همه چیز رو از 0 تا 100 خودمون بسازیم. خب وقتی کس دیگه میتونه بسازه و با قیمت مناسب با تعامل درست بتونه همفکری بهمون بده، چرا نباید استفاده بکنیم؟ این کمپانی پژوه توی کشوری که به قول معروف این مهد این ماشینه و حالا سیتروئن شریکشه، فیات به نوعی با آلفا رومئو اینا یه گروه جدیدی درست کردن و دارن به هم دیگه هم فکر میدن، میاد از ژاپن گیربکس میگیره. ولی ما در ایران میخوایم خودکفاییمون معنیش اینه که از 0 تا 100 خودمون دوباره چرخ چوبی بسازیم نه رینگ آلومینیومی. خب این باور یه باور اشتباهیه و قطعاً غرض پشتشه، وگرنه یه آدم نفهم بالاخره 2 تا آدم فهیم دورش هستش که حالا علیرغم به هر خواصی برا به درستکاریش، بله خب شاید یه آدمی دانششو نداره، اون آدم فهمشو نداره از ماشین، میخواد یه مدیریتی بکنه، اوکی قبوله، ولی خب بالاخره 2 نفر آدم هم دورش هستش که بهشون مشاوره بدن. وقتی نمیکنن و وقتی مشاوره درست نمیگیرن قطعا غرض پشتشه. و این واسه من خیلی جالبه که پژو در سال 2023 داره ماشین تولید میکنه با گیربکس ژاپنی. آقا پژو گفت آقا من این کار نیستم و به نفعمه که بیام از مثلا آیسینی که تمام عمرشو گذاشته رو گیربکس از اون استفاده بکنم و من برم سراغ موتورم من میام با بی ام و تازه هم فکری میکنم که بهینه‌اش بکنم. من میرم یه جای دیگه که تخصصمه، طراحی و ساخت اتومبیله. حالا چرا میگم طراحی؟ الان میریم سراغ طراحی بدنه. ببخشید بعضی وقتا لحن من یه طوری میشه چون دلم برای اون مملکت میسوزه. اگر ماها درستش نکنیم کی قراره درستش کنه؟ طراحی رودریا رو نگاه کنید.
این به خاطر اینکه ماشین جی تیه این دوخت سبزو داره. یه تکنولوژی هم به کار برده به RGR کامفورت که این جلوش عین این بی ام ها میتونه این زیر زانوتون رو کوچیک و بزرگ بکنه. حافظه داره صندلی، گودی کمر رو میتونید تنظیم کنید، برقیه. و بعد خب صندلی هایی که ماساژور هم داره، وسطش اومده جیر، حالا آلکانترا یا هر جنس غیر شاید طبیعی که قطعا غیر طبیعیه به کار برده، ولی شما حس چرم و جیر رو دارید و بعد با پارچه اومده به این زیبایی تلفیقش کرده. رفته رو کنسول وسط با این تریم 2 تا دوخت خیلی زیبا و تمیزی که زده و اومده حتی روی داشبورد هم تکرارش کرده، اومده یک حس جی تی خیلی خوب داده به ما. اوکی، فرمونش هم که قطعا از این آپشناییه که در ایران الان خیلی رو دارن، حتما هم دارن، بسیار هم خوش دسته. ولی خب سویچو که باز میکنیم ما اینجا یه مانیتور داریم، اینجا یه مانیتور داریم، اینجا حکمه در واقع انتخاب اینا رو داره. علاوه ارگونومی من اینو خیلی خودم دوست نداشتم چون چند روز یعنی طول کشید تا بهش عادت کنم، ولی دکمه‌های مهم مثل فلاشر، مثل خاموش روشن سیستم ایرکاندیشن، هیتر عقب، همین گردش هوای داخل، هیتر شیشه جلو و حالا کنترل ایرکاندیشن اینجا که بهش میدیم. بعد وقتی که کنترل ایرکاندیشن رو میدیم این مانیتور میادش که شما میتونی انتخاب کنی که باد از کجا بیاد، درجه حرارت چیز چقدر باشه و بعدش هم سرعت فنی. اینو دوست ندارم من، کلا چیزای دیجیتال رو اصلا به این مدلش دوست ندارم. و اون بعدش هم که این در واقع ولوم صدا و این دکمه هم که من اصلا ازش استفاده نکردم ولی درایوینگ اسیستشه که میادش تو مانیتور به شما میگه که چقدر فاصله رو تنظیم کنم که ماشین جلوی صداش در میادش، در واقع مثلا ترمز بگیره یا سرعتش رو با ماشین چقدر مونده برسه تنظیم کنه. خب بعدش هم بریم سراغ مابقی آیتم ها. این وسط چی داریم؟ این وسط یه دونه یو اس بی اینجا داریم که وصل میکنید که اندروید اوتو یا اپل کارپلی تون کار میکنه. 2 تا جالیبانی داریم که بعد میتونید روشو بپوشونید. ترمز دستی، مودای رانندگی، یک دسته‌بندی بسیار مسخره، من اینو اصلا دوست نداشتم ولی خب اوکی چون شیفت بدل گذاشته میشه بهش بخشید این قضیه رو. و بعدش هم اینه که این دکمه منوال، دکمه استارت، اینجا همین زیر یک جایی گذاشته برای شارژر وایرلس که موبایلتون رو میتونید بدون قاب بذارید این زیر و شارژش میکنه. و اینجا هم خب یه فضایی که یه سری خرت و پرت دیگه بریزید، میرید توی کنسول وسط که باز دوباره یه یو اس بی تایپ سی دارید و خب حالا یه در واقع این کنسول گود خوشجان. داخل داشبوردمون یه کول باکسه، در واقع یه دریچه باد گذاشته از سیستم کاندیشن که کمک میکنه که این تو هم اگر که نوشابه‌ای یا ماده خوراکی که بخواید خنک بمونه توی داشبورد جادار بذارید. یه آپشن دیگه ای داره، این هم آپشن مانیتور 3 بعدیشه. این مانیتور 3 بعدیه، میبینید مودهای مختلفی که میذاریم. حالا منظورم از 3 بعدی چیه؟ این هم مثلا سیستم RPMشه. من استارت بزنم، این قسمتش هم باز خیلی باهاش حال نمی‌کنم که دور موتور اینطوری بهم نشون میده و اون بغلم کیلومتره. ولی حالا 3 بعدی بودنش یعنی چی؟ الان از این بغل بذارید ببینم میتونم نشونتون بدم. میبینید الان 2 تا دارید شما خط میبینید، ولی وقتی که رو به رو میبینید این خط یکیه ولی شما در واقع دیتا رو پایین و بالا میبینید و خب خیلی هم کار راه اندازه. این سیستم نویگیشنش بسیار عالیه. میبینید میانگین مصرف من 7.4 لیتر بوده تو حدود 6161 کیلومتر. این همون راداریه که گفتم که میتونید تعیین بکنید که فاصله تون با ماشین جلویی چقدر باشه. میبینید که کجا این آلارم بده یا سیستم درایوینگ اسیستش ترمز بزنه. خدمتتون عرضم که و حالا یه مود دیگه هم داره که
این مود اسپورتشه و این وقت رانندگی. این همین نقشه است. ولی برای اینکه چشتون رو جاده برندارید بسیار کار را این کار انجام میده. این نمای داخل داشبورد این ماشین دیزاینش خوبه. اینجا امنیت لایتشه. ولی اون ضعفی که تو 2008 داریم اونجا هم داریم. یعنی چی؟ یعنی من اگر که جایی که خوش دست باشه برام رانندگی بذارم، الان شما از زاویه دید من دارید میبینید دیگه هیچ مانیتور نمیبینید. برای همین قضیه باید فرمونتون رو یکم بدید پایین، یعنی فرمونتون اینجا قرار بگیره که دیدتون درست باشه، یعنی تنظیم بکنید. و خب حالا فرمون پایین تره و حس حالا برای رانندگی اسپورت خیلی به من حال نمیده، ولی خب فرمون نرم خیلی خوبی داره و اون گیجی مثلا 207 فرمون برقی نداره و شما ارتباط دارید با جاده‌تون. و خب حالا این هم یه ضعفیه که حالا متاسفانه پژو من نمیدونم خواسته دید خوبی داشته باشه، چون مثلا الان من تو زاویه که تنظیم کردم شما کاپوت ماشین می‌بینید، بعضیا زیاد براشون مهم نیست. من چون اکثر ماشین شاسی بلند داشتم دوست دارم یه مقداری این کاپوتو ببینم و حس خوبی بهم میده که احساس کنم. خدمتتون عارضم که یک نکته خیلی جالبه، سیستم صوتی این ماشین فوکاله. بسیار سیستم خوش صدا، بیس قشنگ، یه بانک اینجا داریم، یه تیوتر اینجا داریم، یه دونه سنتر اینجا داریم و حالا میریم رو درای عقب هم بهتون نشون. این تعویض دندش هم شاید خیلی جالب باشه براشون ببینن. این به این شکل شما باید خیلی همچی فیزیوتراپی نقلی کارشو انجام بدید. حالا دوربین بسیار عالی 360 که داره به شما خیلی کمک میکنه که تو پارک کردن و ترمز دستی برقی بهتون کمک میکنه که حواستون به ببینید. الان من فاصله با عقب که یکی شد اتوماتیک داره نشون میده. تو ماشین چینی ها اینجور آپشن ها خداییش همین الان هم داریم تو خیلی هم ماشین چینی ها، ولی خب حالا بحث کوالیتی میمونه. خیلی جالبه بهتون بگم که ما یه دونه ونم اجاره کرده بودیم که همراه ما تو این سفرها همراهمون بود. این قسمت عیناً تو ون اوپل تکرار شده بود. این به همین شکل. این کلیدی که الان پشتش کلید ماشینه و کلید پژوه، عین همین این پشت آرم اوپل چسبونده بودن و دارن کمپانی‌های اروپایی از نظر من با همدیگه همکاری میکنن که بتونن حریف این چینی‌ها بشن که با یه قیمت‌های بسیار پایین کار میکنن. سانوایزره که جای چراغ داره، این وسط که حالا دکمه SOSش و اینا اینجا کار میکنه. بریم برای عقب و یه سری نکته دیگه بهتون نشون بدم. خب اینجا رو در عقب این پایین دوباره میبینیم یه کامپوننت داریم و این بالا سیستم صوتی فوکاله. خب حالا بریم سراغ این چراغای این ماشین. این قفل شد، ازش که دور میشیم قفل میکنه، وقتی که نزدیکش میشیم باز میکنه. آپشن در واقع کمک بازشو صندوق عقب داره و این صندوق عقب بسیار بزرگه که حالا این کالسکه بچه توشه توی ماشین وجود داره. فضاهایی که خیلی خوب استفاده شده، خیلی جا داره و شما حالا توی این ماشین اگر که حتی صندلی‌ها رو بخوابونید که از اینجا میتونید بخوابونیدش، یه فضای خیلی بزرگتری رو بهتون میدید، در واقع یه وانت دارید. حالا اینه که توی ایران چرا ماشین استیشن دوست ندارن؟ چون شبیه خودرو کار میشه، ولی اروپایی‌ها به خاطر اینکه من نمیدونم حالا چرا میگن اینا جمعیتشون رو به پیریه، چون پر بچه‌ست اینجا و همه خانواده‌ها به خاطر آپشن هایی که دولت براشون قائل میشه اکثرا 3 تا بچه دارن و خب ماشین ها همه به این سمت میره که جادار باشه و این آپشن در واقع باز و بسته شدن با کمک پا خیلی آپشن بکاری حداقل برای من تو این چند روز بوده. تایرهامون تایرهای پیرلیه به خاطر اینکه این منطقه سردسیره. میبینید یه مقداری هم تمایل داره غیر از اینکه بارون رو بده بیرون، این آج‌هایی که میبینید کمک میکنه که در واقع توی برف همین ماشین راندمان داشته باشه و خب
همین سعی کردم ویدیو کوتاه باشه. ماشین بسیار خوب و کارایی بود و اینطوری که شنیدم پژو تو ایران دیگه ماشین وارد نمیکنه، نه ایران اصلا صادراتشو بسته، حالا دلیلشو واقعا نمیدونم، ولی هر آنچه که هستش انصافا پژوها و رنوهای جدید. ببینید از این ماشینا تو اروپا رد میشه، ولی خب حالا تعدادشون خیلی کمه. از این ماشینای خیلی کوچیک فیزیوتراپی نقلی هم اینجا هستش، ولی از اون برم همچین ماشینایی هم هستش. و خب حالا میگم امیدوارم که خودروسازی ما حداقل برن با خودروسازهای حسابی قرارداد دادن. چینی‌ها انصافا دارن پیشرفت میکنن، حتی اینجا هم ماشین چینی میبینید. ولی دوستان بذارید اینطوری بهتون بگم، خیلی از کمپانی ها و خیلی از ماها اصالت رو توی همه جای زندگی ترجیح میدیم. چینی ها اصالت ندارن، متاسفانه کمپانی های ما هم سواد ندارن و وقتی که ماشین میدن کیفیت لازم رو ندارن و ماشین هایی که وارد ایران میشه به نظر من بنا به اقلیم بعدمون، بنا به بنزین کم کیفیتمون، باید ماشین های مقاوم تری باشه. یعنی از کمپانی های با تجربه تر استفاده بکنیم تا بتونیم ثروت مملکتمون و در واقع پولهای مردم و پول مملکت در هر دو حالت حفظ بشه. متاسفانه یک سری ها برای پر کردن جیب خودشون به هر خیانتی دست میزنن و توی قراردادهای ترکمنچایی که با کمپانی‌های چینی میبندن خودشونو بازیچه دست کمپانی‌های چینی قرار میدن. وگرنه اگر تو اروپا، توی امریکا داریم ماشین چینی میبینیم، چینی خواهش تمنا میکنه. الان بازی برعکس شده در ایران. متاسفانه ظاهر قضیه اینه که ماها داریم خواهش تمناشو میکنیم، در صورتی که خداشونه یه بازار بزرگی مثل ایران رو بتونن توش نفوذ بکنن و فروش داشته باشن. همه این در واقع خفت و خاری و اون مدیرا و اون کسایی که مسئول قرارداد هستن به دلیل بیدانشیشون. یه نفر حقوق خوب میدونه ولی دانش خودرو نداره. دانش خودرویی میاد میگه آقا این قطعه اینطوری و حقوقی بهش میگه آقا دخالت نکن، ما باید قرارداد اینطوری ببندیم وگرنه طرف از پای میز پا میشه. این داستان‌ها رو اگر که بتونیم مدیریت کنیم، اگر بتونیم آدم‌های با دل و جرأت با وجدان داشته باشیم که توی همچین چیزایی برن، از چینی‌ها میشه ماشین خوب در آورد. از چینی‌ها میشه خواسته در واقع کیفیت دادن و پنالتی سنگین دادن داشته باشیم که حواسشون رو جمع کنن. اگر نه بهتره بریم سراغ کمپانی‌های با تجربه، با اصالت، که هم ماشین‌های با دوام بدن، هم ماشین‌های زیبا بدن و دانش روز رو به کار ببرن. و همین که چشم ما ایرانی‌ها به نظر من گناهی نکردیم که بخواد با یه سری ماشینی که از نظر من طراحی‌هاشون هم قدیمیه هم زشته و حالا صرف 4 تا مانیتور گذاشتن و 4 تا آپشن الکترونیکال گذاشتن بخواد چشممون آزار بشه. سرتون رو درد نیارم. گفتم این تجربه این ماشینی که از نظر من بسیار ماشین خوشگلی بود و باهاتون در میون بذارم. کمانی که در سفر هم یه سری استوری گذاشتم، یه سری اعتراض کردن، یه سری تشکر کردن. به هر حال ما نمیتونیم نظر همه رو تامین بکنیم. امیدوارم اونایی که خوششون اومده لذت برده باشن، اونایی هم که بدشون اومده ما رو ببخشن به خاطر اینی که آزارشون دادیم. در خدمتتون هستیم.